یک از واتساپ نیم. بچه من همیشه گفتم که باید واژه‌ها و عباراتی که معانی خودشون رو نمیدن حالت اصطلاحی دارن رو یاد بگیریم، چون تو زبان انگلیسی خیلی هستن. البته اینا رو تو صفحه اینستاگرام هم توضیح دادم. امروز در مورد کلمه once صحبت میکنیم، یعنی یک بار. I've been there once، یعنی یه بار من اونجا بودم. حالا for once یعنی عملی که قبلا اتفاق نمی افتاده، حالا افتاده و تعجب کردید. For once the bus is on time today، یعنی چه عجب اتوبوس امروز سر وقته. یا اینکه this big house once belonged to my dad، یعنی این خونه بزرگ یه موقعی، یه روزی مال بابای من بود. once اینجا یعنی یه موقعی، یه روزی. یا اینکه once you get a good job you can have plenty of money. یا once you get a good job you'll have plenty of money، یعنی زمانی که، اینجا once یعنی when، زمانی که یک شغل جدید بگیری، شغل خوب بگیری، وضعت هم خوب میشه.